فرصت اون رسیده که با تمام سوالهای بجواب خود از مهمانی برنامه از دل به دل که شهریار دولتوف است پاسخ بگیرید. چقدر که میبینیم وقتی آخر در اینترنت و در گازت و در رادیو مثل اوضاعی بردروغ هر خیر ای سند مثل دست میکشی تو دشمنات هم مثل خرسند میکنی. این مردم توی درجه را بسیار آدم 80% آدمو دو نام دارد سه نام دارد. مثل امی در وقتی کودکی بی دویا میگن چی میگن ما رو برداشته است و گفته است جهانی من جهانی من جهانی من اکی همتا جهانگیر. بعد جدایی از همسرتان مردم آموزه خواهند شد که تمامی کر و فر و دغدغه شهریار از پشت همسرش و پشتوانش بود. باری دویم یا سیوم کنسرت خود رو در کاخ جمعی موندم بعد شناس شدم نمیخوندم بودم صنفی 7 میخوندم 8 میخوندم با هم دختر عاشق شدم. راستی ما رو با اون ندادن نمیدونم توضیح مثل برای چی مدن قدر گپ میکنن که مثل زنجالو بسیار دختر باز مثل نخواه آدمیزاد نه همه میکنن تو همه نمیکنن. روزی که مثل با مکتب نمیومد مثل من با ولسپید خیلی مثل نرزی خونهشون یعنی که این هنگامه های ساخته و بفته که چند بعد بسیاری زنگ میزدن که اکای شهریار مثل ما باور نمیکنیم و خیلی مثل اگر این دو همسر گیرم با خواهش خودم نمیگیرم با خواهش پدر مادر میگیرم. تشکر زیاد برای برادری که از شهر غریبی به ما سوال رو روان کرده است. اگر این برادر سوخ سلامت از غریبی برگردد اولادو که شود دلم بسیار تنگ است یا خدا بدرم. بعدا با مردمی غریب گفتن دارم که سوخ سلامت به وطن خود برگردن با آغوش مادر خود با آغوش پدر خود برگردن. تماشابینان گرامی اگر خواهید که از مهمانان آینده برنامه از دل به دل آگاهی پیدا نماید پس به سامانه تازه بنیاد ما که الکی به کار شروع نمود تاج مدیا